همه نفخ‌ها شبیه هم نیستن. بعضی نفخ‌ها از معده میان، بعضی از کبد. و اگه فرقشون رو ندونی، هرچی هم دارو بخوری درست اثر نمیکنه. نفخ معده معمولاً بعد غذا شروع میشه. احساس سنگینی، باد در بالای شکم، آرق زیاد و بهتر شدن با گرما. این نفخ بیشتر از سردی معده، عجله در غذا خوردن یا نوشیدنی‌های سرد میاد. اما نفخ کبد فرق داره. نفخ کبد معمولاً عصر یا شب بدتر میشه. با خستگی، تلخی دهان، بی‌حوصلگی و فشار سمت راست شکم همراهه. گرما خیلی آرومش نمیکنه، ولی استراحت ذهنی چرا؟ نفخ کبد بیشتر از فکر زیاده. حرفهای نگفته و گرمی یا خشکی کبد میاد. طب سنتی اول گوش میداد، بعد تشخیص میده. میپرسه کی شروع میشه، با چی بهتر میشه، دل چطوره؟ چون بدن دروغ نمیگه. اگه بلد باشی بشنوی وقتی بدون نفخت از کجاست، نصف درمان رو انجام دادی. جمعه های عطار شو برای فهمیدن زبان بدنه، نه جنگیدن باهاش. اگر این ویدیو هم برات مفید بود دنبالش کن تا قدم به قدم با هم جلو بریم.